میخواهم 6 آیه از سوره مبارکی دخان برای شما عزیزان عاشقان مدرسه محمدی و شنوندگان نوارهای ما و تماشابینان و خوانندگان سایت اینترنتی خاندان خود بخوانم و ترجمه و تفسیر کنم. این 6 آیه مبارکی از سوره دخان برای ما و شما سرگذشتی یکی از طاغیان و سرکشان متکبر دنیای عرب که در زمان پیغمبر بزرگوار موسی علی نبینا و علیه السلام حکومت داشت و در آن زمان شرمنده‌وار هلاک شد، مثل فرعون های امروزه صحبت دارد. خداوند به او فرعون و او شاه مصر حکومت داد، ثروت داد، تنصحتی داد، زمین های سرحاصل، دریای نیل پربرکت و قصرهای عالی عطاش کرد. اما در مقابل این قدر نعمتها خدای خود کفران کرد، دست به تجاوز و ظلم و بیدادی دراز کرد و آخر به حد اعلای ظلم که دعوای خدایی و دعوای الهی ربوبیت بود، این دعوای به آدابانه را در پیشگاه پروردگار در بین مردم اعلام کرد. فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلا. و خداوند بعد از این دعواش چگونه او را شرمنده‌وار هلاک کرد، مثل که حسن مبارکه، مثل که معمر کدافی را، مثل که زی علی زین العابدین شرمنده‌وار هلاکشان کرد، برای ما و شما بیان می سازد. بازم میگویم عزیزان من، خصوصا برای طالب علم و اهل علم ها، این قرآن برای مرده ها نیست، قرآن برای چلیاسین نیست، قرآن برای فاتحه خواندن در مراسم های خیر خدایی نیست. قرآن کتاب انسانساز است، قرآن کتاب خداست، قرآن کتاب عبرت است، قرآن کتاب بیدار کننده ملت است. قصه گذشته ها را برای ما بیان می کند تا ما آیندگان از او عبرت گیریم، زیرا همون خدایی که با اونها همون معامله را کرد، همون خدا خدای ماست، همون خدا حاکم این عالم است. اگر این بندگان هم مثل اونها سرکشی کنند، مثل اونها بی‌آدابی کنند، مثل اونها ظلم و استکبار کنند، مانند اونها جزاشان می‌دهد. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. قرآن برای این آمده است. اما مع الاسف بسیاری از علماهای ما، از طالب علمهای ما قرآن میخوانند، نمیدانند که قرآن چی میگوید. خوب کدامشم که داند از خجالت شرمندگی فقط خطش میخواند و معناش اهمیت نمیدهد، زیرا خوش در پیشگاه صاحب قرآن خجالت میداند، شرمنده میداند. اگر داندم در پیش مردم معناش گفتند، غیرت نمی کند.
خوب این آیه ها 6 آیه است چی میگوید؟ عزیزان من توجه کنید. اگرچه من لایق آن ندارم که این کتاب خداوندی را ترجمه و تفسیر کنم، لیکن با نگاه با تفسیرها خدا رحمت کنه مفسرای از کبار برای ما ترجمه و تفسیر این آیه ها را کردند و من برای شما سخنان ایشان نقل میکنم. گوش اندازید و عبرت گیرید و شاید طالب علم ها و شاید علما ها و ایشان های در غفلت رفتی ما بیدار شوند. به این امید این آیه های مبارکه را تلاوت شروع میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناهم قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. صدق الله العظيم. این 6 آیت چگونه گفتم از آیه 25 تا آیه 31 سوره مبارکی دخان است.
خداوند قصه موسی و فرعون بیان میکند. وقتی که فرعون مثل حسنی مبارک و معمر کدافی بسیار به بنی اسرائیل ها ظلم کرده و مردان و پسرانشان را به قتل رسانیدن و زنده هاشان در حبس خانه ها محبوس داشتند و زنان ایشان چون خدمتگار در زمین های خود، در قصرهای خود، در کارخانه های خود کار می‌فرمیدند و ظلم اونها به حد اعلا که رسید. آزادی دینی را، آزادی را برای بنی اسرائیل ها که گرفتند، خداوند ساعت انتقام این فرعون با حکومتداراش و لشکریانش تعیین کرد و ساعت انتقام نزدیک رسید و ساعتهای باشمار باقی ماند. خداوند حضرت موسی را، پیغمبر عزیز و بزرگوار خدا، سپارش داد که ای موسی، امشب از شهر مصر همه بندگان مؤمن و موحد من بنی اسرائیل ها را همراه خود گیر و از شهر بیرون شو و لب دریای نیل برو و آنجا من برای تو از دریا راه میکشم و بندگان من از دریا سالم بگذران و منتظر باش عذاب من را برای فرعونیان. موسی علی نبینا و علیه السلام این فرمان خداوندی را اجرا کرد و همه مؤمنان بنی اسرائیلی را همراه خود از شهر بیرون کرد. فرعون و دستگاه جاسوسی او خبردار شدند، دستگاه پرقدرتی به خطری او آگاه شدند. فرعون با لشکریانی مجهز و سرتاپا مسلح خود با اسبهای تیزرفتار و با شترهای دوند از قفای موسی و پیروان موسی تعقیب کردند تا که گویم سر کردند. وقتی که صدای سم اسب اونها، صدای سم اشترهای اونها، اگر اصطلاح این زمانه گویم صدای تنکه ها و بیتئرها و صدای ورتلیات های فرعون که بلند شد، قوم موسی، اونها انسان بودند، او یقینی که موسی داشت نداشتند، ترس پیداشان شد، لرزه بر اندامشان پیدا شد. گفتند موسی، اونها آمده ایستادند ما را دریافت میکنند، همین ما را قتل عام میکنند. حضرت موسی که پیغمبر بود، وعده نجات از جانب خدا براش بود، هراس نداشت، نه از سمالیات های فانتامش میترسید و نه از ورتلیات های حربیش. لب دریا رفت، خدا گو عصای خود موسی به دریا افکند. موسی وقتی که عصا را به دریا زد، این دریایی با هیبت نیل 12 تونل پیدا کرد.
این 12 جا خوش شد جاشت ایستاد دریا. این دریا در اختیار خداست. دریا در جای خود چون ریگی که می بیاد می ایستاد جمع شدن گریف گویا پیشش دمه است، پیشش سده است. حضرت موسی در آمدن، قومش قطی گذاشتن، خواستن عصای خود باز پرتاین اشاره کنن دریا به جای پیشترش حرکت کند. خدا چی گفت؟ واترک البحر رهوا. موسی مون بحر به حال خود آرام ایستد، او را روانه نکن، مون ساکن ایستد. فرعون باید با لشکریانش داخل دریا درآیند، زیرا که اونها امروز باید هلاک شوند. انهم جند مغرقون، اونها باید هلاک شوند، باید غرق شوند در این دریا. حکم من به این رفتگی است. فرعون سواری اسب، وزیراشو، قمانداناشو، لشکری جرارش از قفاش هجوم گذاشتند، در بین دریا در آمدن تا از قفای موسی تعقیب کنند. همه لشکر داخل دریا شده بود. حالا اون طرف سر ناشده که خداوند دریا رو گفت که اکنون راه خود ادامته، اکنون جریان خود چون پیشتر ادامته. یک بار دریا شب آمد. چقدر فرعون با لشکریانش در داخل تونل ها بودن، ششته بردن گرفت. یا الله، مثل طوفان تسونامی دیده بوده چگونه ششته بردن گرفت. سمالیات ها رو، ماشین ها رو، خانه ها رو، کشتی ها را همه رو ششته بردن گرفت. همه غرق شدن و هلاک شدن. از اونها هیچ کسی زنده نموند. بعضی ها باور نداشتن که فرعون با او قدرت و با او هیبت و با او غرور و با او دعوایی که داشت باید کشته شده باشد. کشتن مردن او باور نمی کردن. خداوند دریا را فرمان داد که جسد او پلید بیرون برا پرتا تا بندگان من به چشم خودشان بینند و در تلفناشان صورت گیرند، مثل که جسد کدافی رو دیده. چند روز ایستاد مردم ببینن و باور کنن که همین کدافی است، این نگاه کسی دیگر نیست. صورت گرفتن. خدا بچه گفت وقتی که اونها هلاک شد، وقتی که مصر پره به دست موسی و پیروان دین موسی و بندگان مستضعف و مظلوم افتید، خدا برای ما بخشیده کرد کم ترکو من جنات و عیون. چی بسا باغها و چشمها و زراعتها که از خود بجا گذاشتند. فرعون باغها داشت، باغهای از درختان پرمیوه، سیب و انگور و انار و گیلاس و باغهای داشت که همه نوعی میوگی ها در او بود. اپلسین و مندرین و خرما و بنن و کیوی و همش بود. چشم سرها، اگر اصطلاح امروز بگم فانتان ها داشت، فانتان های زیبایی که آب پرانده میگرفت 30 متر و 40 متر تا 70 متر آب میپراند، سلخینیش اطراف راحت میرسانید. این باغها را همشه پرتافت و رفت. این چشمه ها را، این فانتان ها را، این میدانچه های زیبا که فانتان ها سلخینش میکردن پرتافت رفت. این زمین های حاصل خیده که همه شالیکاری بود و پختکاری بود و گندمکاری از آن خودش بود و خاندانش، همشه پرتافت رفت. این قرآن گفت ایستاده است کم ترکو من جنات و عیون. چی بسیار باغها و چشمسارها و زمینهای حاصل و حاصل خیز
از زراعت‌های پخته رسیده پرتافتن و رفتن. و مقام کریم، مفسرین کرام مقام کریم رو تفسیر میکنن قصرهای عالی و خانه‌های زیبای بر هوا و زلهای سپارتی و میدانچه‌های سپارتی که فرعون با خاندانش و با وزیراش راحت میکردن، استراحت میکردن، ورزش بدن میکردن، رقص و بازی رقاصه ها رو تماشا میکردن. اینا شب پرتافتن رفتن. و مقام کریم، مفسرین کرام بعضی ها مراد از مقام کریم امام طبری منبرهای بلندی که در آن سخنرانی میکردن اونها را هم پرتافته رفتن. منبری بلند ساز میکنن، تریبونه های مخصوص برای پادشاه ها و پرزیدنت ها. دیشب نگاه کردم سرکزی صحبت داشت، همش پرتافته و رفتن، همه خالی موند. خدا چی گفت؟ و کذالک خدا میگه ما این چنین درباره هر کسی که بخواهیم او را هلاک سازیم، بخواهیم او را از حکومت دور سازیم، مانند فرعون او را میتونیم هلاک کنیم، میتونیم از حکومت دور سازیم. همون خدایی که فرعون با حکومتش سرنگون کرد، خدا میگه ما هر کسی را هم که خواهیم از بندگانم اگر طغیان و سرکشی کنند اونها را هم از حکومت برطرف میکنیم، اونها را هم حکومت شان سرنگون میکنیم. مگر آیا این راست نیست؟ به چشم خود دیده حسن مبارک با آن قوه، با آن قدرت و با آن ارمی مجهز و با او قوه های بیخطری که داشت در شرق نزدیک از او پرقوت‌تر نبود. امریکا با تمام دندانهاش 24 دندانش که او رو محکم قپیده بود، براش هر سال میلیاردها پول بیقرض. قصه موسی و فرعون بیان میکند. وقتی که فرعون مثل حسن مبارک و معمر کدافی بسیار به بنی اسرائیل ها ظلم کردند و مردان و پسرانشان را به قتل رسانیدن و زنده هاشان در حبس خانه ها محبوس داشتند و زنان ایشان چون خدمتگار در زمینهای خود، در قصرهای خود، در کارخانه های خود کار می‌فرمیدند و ظلم اونها به حد اعلا که رسید. آزادی دینی را، آزادی را برای بنی اسرائیل ها که گرفتند، خداوند ساعت انتقام این فرعون با حکومتداراش و لشکریانش تعیین کرد و ساعت انتقام نزدیک رسید و ساعتهای باشمار باقی ماند. خداوند حضرت موسی را، پیغمبر عزیز و بزرگوار خدا، سپارش داد که ای موسی، امشب از شهر مصر همه بندگان مؤمن و موحد من بنی اسرائیل ها را همراه خود گیر و از شهر بیرون شو و لب دریای نیل برو و آنجا من برای تو از دریا راه میکشم
و بندگان من از دریا سالم بگذران و منتظر باش عذاب من را برای فرعونیان. موسی علی نبینا و علیه السلام این فرمان خداوندی را اجرا کرد و همه مؤمنان بنی اسرائیلی را همراه خود از شهر بیرون کرد. فرعون و دستگاه جاسوسی او خبردار شدند، دستگاه پرقدرتی به خطری او آگاه شدند. فرعون با لشکریانی مجهز و سرتاپا مسلح خود با اسبهای تیز رفتار و با شترهای دوند از قفای موسی و پیروان موسی تعقیب کردند تا که گویم سر کردند. وقتی که صدای سم اسب اونها، صدای سم اشترهای اونها، اگر اصطلاح این زمانه گویم صدای تنکه ها و بیتئرها و صدای ورتلیات های فرعون که بلند شد، قوم موسی اونها انسان بودند، او یقینه که موسی داشت نداشتند، ترس پیداشان شد، لرزه بر اندامشان پیدا شد. گفتند موسی اونها آمده ایستادن ما را دریاب میکنند، همین ما را قتل عام میکنند. حضرت موسی که پیغمبر بود، وعده نجات از جانب خدا براش بود، هراس نداشت، نه از عملیات های فانتامش میترسید و نه از ورتلیات های حربیش. لب دریا رفت، خدا گو عصای خود موسی به دریا افکند. موسی وقتی که عصا را به دریا زد، این دریایی با هیبت نیل 12 تونل پیدا کرد. این 12 جا خوش شد، جاشت ایستاد دریا. این دریا در اختیار خداست. دریا در جای خود چون ریگی که میبیاد به ایستاد، جمع شدن گریف، گویا پیشش دمه است، پیشش سده است. حضرت موسی در آمدن، قومش قطعی گذاشتن، خواستن عصای خود باز پرتاین، اشاره کنن دریا به جای پیشترش حرکت کند. خدا چی گفت؟ واترک البحر رهوا. موسی مون بحر به حال خود آرام ایستد، او را روانه نکن، مون ساکن ایستد. فرعون باید با لشکریانش داخل دریا درآیند، زیرا که اونها امروز باید هلاک شوند. انهم جند مغرقون، اونها باید هلاک شوند، باید غرق شوند در این دریا. حکم من به این رفتگی است. فرعون سواری اسب، وزیراش و قمانداناش و لشکری جرارش از قفاش هجوم گذاشتند، در بین دریا در آمدند تا از قفای موسی تعقیب کنند. همه لشکر داخل دریا شده بود. حالا اون طرف سر ناشده که خداوند دریا رو گفت که اکنون راه خود ادامته، اکنون جریان خود چون پیشتره ادامته. یک بار دریا شب آمد، چقدر فرعون با لشکریانش در داخل تونل ها بودند، ششته بردن گرفت. یا الله، مثل طوفان تسونامی دیده بوده، چگونه ششته بردن گرفت. عملیات ها رو، ماشین ها رو، خانه ها رو، کشتی ها را هم را ششته بردن گرفت. همه غرق شدن و هلاک شدن. از اونها هیچ کسی زنده نموند. بعضی ها باور نداشتند که فرعون با او قدرت و با او هیبت و
با او غرور و با او دعوایی که داشت باید کشته شده باشد. کشتن مردن او باور نمی کردن. خداوند در یار فرمان داد که جسد او پلید بیرون برا پرتا تا بندگان من به چشم خودشان بینند و در تلفناشان صورت گیرند. مثل که جسد قدافی رو دیده چند روز ایستاد مردم ببینن و باور کنن که همین قدافی است، این نظام کسی دیگر نیست. صورت گرفتن. خدا بچه گفت وقتی که اونها هلاک شد، وقتی که مصر پره به دست موسی و پیروان دین موسی و بندگان مستضعف و مظلوم افتید، خدا برای ما بخشیده کرد کم ترکو من جنات و عیون، چی بسا باغها و چشمها و زراعتها که از خود بجا گذاشتند. فرعون باغها داشت، باغهای از درختان پرمیوه، سیب و انگور و انار و گیلاس و باغهای داشت که همه نوعی میوگی ها در او بود، اپلسین و مندرین و خرما و بدن و کیوی و همش بود. چشم سرها، اگر اصطلاح امروزی بگم فانتان ها داشت، فانتان های زیبایی که آب پرانده میگرفت 30 متر 40 متر تا 70 متر آب میپراند، سلخینیش اطراف راحت میرسانید. این باغ ها را همیشه پرتافت و رفت، این چشمه ها را، این فانتان ها را، این میدانچه های زیبا که فانتان ها سلخینش میکردن پرتافت رفت. این زمین های حاصل خیزه که همه شالیکاری بود و پختکاری بود و گندمکاری از آن خودش بود و خاندانش، همش پرتافت رفت. این قرآن گفت ایستاده است کم ترکو من جنات و عیون، چی بسیار باغها و چشمسارها و زمینهای حاصل و حاصل خیز از زراعتهای پخته رسیده پرتافتن و رفتن. و مقام کریم، مفسرین کرام مقام کریم تفسیر میکنند قصرهای عالی و خانه های زیبای بر هوا و زلهای سپارتی و میدانچه های سپارتی که فرعون با خاندانش و با وزیراش راحت میکردن، استراحت میکردن، ورزش بدن میکردن، رقص و بازی رقاصه ها را تماشا میکردن. اینا شب پرتافتن رفتن. و مقام کریم، مفسرین کرام بعضی ها مراد از مقام کریم امام طبری منبرهای بلندی که در آن سخنرانی میکردند اونها را هم پرتافته رفتند. منبری بلند ساز میکنن، تریبونه های مخصوص برای پادشاه ها و پرزیدنت ها. دیشب نگاه کردم سرکزی صحبت داشت، همش پرتافته و رفتن، همه خالی موند. خدا چی گفت؟ کذالک کذالک، خدا میگه ما این چنین درباره هر کسی که بخواهیم او را هلاک سازیم، بخواهیم او را از حکومت دور سازیم، مانند فرعون او را میتونیم هلاک کنیم، میتونیم از حکومت دور سازیم. همون خدایی که فرعون با حکومتش سرنگون کرد، خدا میگه ما هر کسی را هم که خواهیم از بندگانم اگر طغیان و سرکشی کنند اونها را هم از حکومت برطرف میکنیم، اونها را هم حکومت شان سرنگون میکنیم. مگر آیا این راست نیست؟
به چشم خود دیده. حسنی مبارک با آن قوه، با آن قدرت و با آن عرمی مجهز و با او قوه های بیخطری که داشت در شرق نزدیک از او پرقوت‌تر نبود. امریکا با تمام دندانهاش 24 دندانش که او رو محکم قپیده بود، براش هر سال میلیاردها پول بی‌قرض جدا میکرد. اما وقتی که خدا خواست ببینه در 2 سوتکه در 3 سوتکه او رو برطرف کرد. نه قوه های مسلحش تانست او رو محافظت کنه، نه قوه های بیخطریش تانست او رو محافظت کنه، نه همون دوستانی که به خاطر اونها اسلام تعقیب میکرد، به خاطر اونها مسلمانان را زیر عذاب و شکنجه قرار میداد، به خاطر اونها اخوانی ها را هر روز میکشت. امریکا خودش دست نگرفت، بلکه گفت رو جار خالی کن، جار خالی کن، جای تو نیست دیگر. از خدا دان خلاف دشمن و دوست که دلی هر دو در تصرف اوست. من برآمد آخری حسن مبارک شب آخرش دیدم در تلویزیون، از تلویزیون مصر داد، با رنگ پریده، با لب لرزیده پیشگاه خدا ده سوگند یاد که خدایا مردم من مهلت دیان، مردم من اجازت دیان، من به تو عهد بکنم، به ملتی عزیزم عهد بکنم که من دیگر گفی آدمای بیگانه رو نمیگیرم، من دیگر گفی بیگانه ها رفتار نمیکنم، من قدر ملت نمیدانم. اما وقت دیر شد دیگر. امریکا خودش گفت جار خالی کن رو، اروپا خودش گفت جار خالی کن رو، روسیه خودش گفت جار خالی کن رو. او 40 سال قریب در خدمت اینها بود، به مقابل خدا جنگ کرد، به مقابل پیغمبر جنگ کرد، به مقابل بندگان موحد خدا علماها جنگ کرد. سید قطب ها را به دار کشید، حسن البنا ها را در راه نامردانه پراند. آخرش خداوند انتقام شد. ببین چی تو گرفت؟ خدای ما را زنده داشت که ما او را خوار دیدیم. وقتی که در پنجره زندان در سود عالی آوردنش در بالای کلیسکا، شرمنده‌وار این آیه مبارکه همونجا در یاد من بود، همونجا آیت به زبان من آمده بود. من گفته بودم خدا خیر جمعه در این بار صحبت میکنم. کم ترکوا من جنات و عیون و زروع. شرم الشیخ که این جای زیباترین دنیای عرب بود، امروز از اختیاری حسن مبارک برآمد و در اختیاری دیگران گذشت. و اورثناها قوما آخرین. خدا گفت ما این حکومت، این قصرهای عالی با شکوه، این خانه‌های زیبای بر هوای حسن مبارک، این ثروت و بایگری 200 میلیارد دلارش به اختیار دیگران گذرانیدیم. دیده می‌بینید یا نه؟ شما نمی‌بینید یا می‌بینید؟ یک بار تفکر نمی‌کنید اینه کی کرد؟ كذلك و اورثناها قوما آخرین. یا الله، خدای مقتدر و توانا زین العابدین غنوچی را ابدی از مصر از تونس محروم کرده بود، حفظ ممنوع اعلام کرده بود. دیروز در انتخابات نگاه کردن 51% آواز او گرفت. امروز حکومت او تأسیس می‌کرد. ای خدای مقتدر و توانایی، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا وقتی که یک چیز خواست اندک چیز سبب میکند تغییرات پیدا میشود. یعنی بسیار چیزهایی که داشتن از خود گذاشتن و رفتن. كذلك و اورثناها قوما آخرین.
صاحبان اونها دیگران شدند، صاحبان اونها دشمنانشان شدند. اینها تخت ساختند، اینها قصرهای با شکوه با دبدبه ساختند. زین العابدین در وطنش قصر ساخته بود، در اون موزه کرده بود صورتای خودش و همسرش و دختراش و بچه هاش. تلویزیون رو نشان داد، در دروش مردم گشتی ایستاده است، ویرانه کردیم بسیار جاهاشا. كذلك وأورثناها قوما آخرین. این سخن خدا این است. خدا گفت ما این حکومت از دست اونها میگیریم به دیگران میسپاریم. ما این ثروت و بایگری را از دست اونها میگیریم به صاحبان اصلیش میسپاریم، به ملت. دوام آیات خدا ما چی میگه؟ فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منذرین. نه آسمان به حال اونها گریه کرد و نه زمین، نه خدا براشان مهلت داد. برای معبر کدافی کسی گریه کرد؟ برای حسن مبارک کسی گریه کرد؟ خدا میگه نه آسمان براشان گریه کرد و نه زمین. و ما کانوا منذرین، نه خدا براشان مهلت داد. دیگر توبه هم کردن، توبهشان قبول نکرد. دیگر در پیش ملت قسم هم یاد کردن، ملت دیگر قبولشان نکرد. زیرا اینها غم ملت نخوردن، اینها غم خود و عائله خود و غم فرمانده های خارجیشان خوردن. حسن مبارک گزه، این از زبان خودی ساکنانی من مصر شنیدم، یک کوب گزه برای اسرائیل $1 میداد، برای مردم مصر $5 میداد. برای مردم خودش $5 یک کوب گز میفروخت، پول میگرفت. برای اسرائیل که دشمن خدا، دشمن اسلام، دشمن عرب ها بود، $1 میداد با فرمان کجایی؟ بالاگیش. خدا چه گفت؟ فما بکت علیهم السماء والارض. نه آسمان برای حسن مبارک گریه کرد و نه زمین. و ما کانوا منذرین، خدا براشون مهلت هم نداد. یعنی اونها در پیشگاه خدا آنقدر خار و بی‌قدر بودن که از تغییر یافتن سیاست اونها، از بین رفتن اونها و از مرگ اونها هیچ تغییراتی در عالم رخ نداد. معمر کدافی مرگش هیچ تغییرات برای لیبی نآورد. مردم لیبی باز شادی و خرسندی دارن. اگر اون مردم از خود راضی میکرد، مردم آزادی دینی میداد. تونس وقتی که حکومتش زین العابدین سرنگون شد، من از تلویزیون تماشا میکردم، ایرانیوس نمین داد، الجزیره هم داد، عربیه هم داد. همون روزی که او گرخت از حکومت دفع شد رفت، اول کاری که مردم تونس کردن، این همون مسجد سنگ مرمری سفید بود در مرکز شرقی، 20 سال بود بسته بود، کشادش کردن. من کمپیرکار میدیدم، موسفیدکار میدیدم، با رداهاشون سنگار چنگاش تازه میکردن. خدا این قدرت دارد. همون خدایی که فرعون شرمانده‌وار هلاک کرد، همون خدا حسن مبارک از صحنه بیرون کرد. همون خدا معمر کدافی خار و ذلیل کرد. همون خدا زین العابدین خار کرد. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. خدا چی گفت در آخر آیات؟ ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین. ما بنی اسرائیل ها را از این عذاب خار کننده که فرعون و دستگاه پرقدرت فرعون
و زندان و محبسهای فرعون بود نجات دادیم. یا الله، چقدر محبسها را در مصر آزاد کردن، زندانی ها آزاد شدن. همین است معنای آیت. بسیاری اونها حبس عموم بودند، حبس عمری بودند، خدا گفت ما حالا آزادشان کردیم. من فرعون انه کان عالیا من المسرفین. فرعون خیلی آدم متکبر بود، خیلی آدم با غرور بود، از جمله مسرف ها بود. به جای آنکه خدا به او وجود و هستی داد، به جای آنکه خدا به او چشم بینا و گوش شنوا داد، به جای آنکه خدا به او استعداد و عقل داد، به جای آنکه خدا به او زن و فرزند داد، به جای آنکه خدا به او حکومت و ثروت داد، به جای آنکه خدا به او هیبت و شهامت داد، شکر این خدا را کند. به جای آنکه این خدا را گوید سبحان رب الاعلی، او چی گفت؟ انا ربکم الاعلی، من اون خدای شما، من هر چی خواهم میکنم. خدا او را چگونه هلاک کرد؟ یا الله، سرکشانی که همه کردند دعوای منی، دیدمش در ملک خاموشان که مشتی خاک شد. خوب این دنیا با این بیوفاگیش، با این غداریش، با این ناپایداریش آیا سزاوار است که ما به خاطر او شده آخرت خود از دست دهیم؟ ما به خاطر او شده با خدای خود قهری شویم؟ ما به خاطر او شده با دین خدای خود جنگ اعلام کنیم؟ شاید اگر معمر قذافی این تو ظلم نمی کرد با بندگان خدا، شاید با 40 سال دیگر حکومت میکرد، شاید با 20 سال دیگر حکومت میکرد. عزیزان میگن که الملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم. حکومت و پادشاهی، آبادی با کفر پایدار هست. کافر میتواند حکومت کند وقتی که عدالت داشته باشد، میتواند حکومت 100 ساله ها رو مثل امریکا باری وقتی که عدالت داشته باشد. البته امریکا عدالت فقط برای خلق خودش است، نه برای دیگران. از امریکا ظالمتر، خونریزتر دیگر مملکتی نیست. او برای خلق خودش آزادی دارد، برای خداوند حکومتش نگاه داشته است، اما با ظلم پایدار نمیمونه. ملک، حکومت و پادشاهی با ظلم پایدار نمیمونه. در کجا که ظلم راه یافت، خداوند او حکومت سرنگون میکنه. این قضای الهی است. بنابر خداوند در حدیث قدسی میفرماید و عزتی و جلالی لانصرنک یا مظلوم ولو بعد حین. قسم به عزت و جلالم ای مظلوم، من تو رو یاردن میکنم، اگرچه بعد 5 سال باشد، اگرچه بعد 20 سال باشد، اگرچه بعد 40 سال و 50 سال هم باشد. این وعده خداست. بنابر عزیزان من نمیگم شما برای این دنیا کار نکنی، برای دنیا کار کنی، مکتب خانه، دانشگاه خانه، ثروت و بایگری از وجه حلال جمع کنه، خانه های زیبا سازه، حکومت داشته باشه، اما خدا را هم پیش رو بیاره، خدا را هم عبادت کنه، به عوض این نعمتهای دادگیش در پیشگاه با عظمتی او سجده کنید، سبحان رب الاعلی گویید. خداوند در جنت برای بندگان مؤمن حکومت داده است. این حکومت دنیا چگونه گفتم همش زوال دارد، همش از دست رفتن دارد، همش فنا دارد، اما حکومت آخرت پایدار و جاودانی است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظیم. خدا میگه برای بندگانم که در این دنیا راه تقوا را اختیار کردند، خواه پادشاه هست، خواه خلق عادی، خواه ثروتمند است و خواه کم بقدر، خواه پهلوان است و خواه ضعیف و ناتوان، خواه رئیس است و خواه مرئوس، خواه امیر است و خواه مأمور. خدا میگه اگر در دنیا تقوا کنند، از حرامهای من پرهیز کنند، امر و فرمانهای من به جا بیارند، بندگان من رحم کنند، عدالت کنند، برای ایشان بعد از این دنیا حیات دیگری من آماده کردم، جای دیگری را آماده کردم که آخرت نام دارد. در آنجا برایشان باغها مثل باغ فرعون که از دست رود نه، باغهای پر از میوه ها، انواع گوناگون میوه ها، هرچی بهشتی خواهد آن نوع میوه در باغش هست. میدانهای گشت گذار، میدانهای سبز و خرم، رسته‌های گل، جویبارها از شیر و از عسل، جویبارهای از شراب ناب، از آب زلال. مفاز گفته استراحتگاه میگوید جایی که بازی میکنی، میدوی، استوانه میکنی، تو بازی میکنی، میدانچه‌های اسپورتی دارد، جاهای ورزش دارد، جاهای دویدن دارد، جاهای خیلی چوبزنی دارد. همه مفاز میگن، گشت گذار میکنن، مثل پارک مرکزی بارین. باغهای پر میوه که نه تیر ما خزانشان میکند، نه بیبارانی اونها را خشک میکند، نه ملخ اونها را زیر میکند، نه مور اونها را میخورد. باغهای پر از درختان تاک انگور، هر نوع انگوری که بهشتی خواهد در باغش هست، با نوعهای انگور در اون باغ هست که در این دنیا نیست. و کواعب اترابا، در او باغها همسران زیبای خوشرو، عروسهای زیبا که در خدمت بهشتی ها انتظارند، آماده هستند بهشتی ها که بیان. بمشن و راز یا الله چی زیبایه. و کأسا دهاقا، جامهای پر از شراب، هر نوع شرابی که بهشتی آماده کنه براش در ظرفها آماده است برای نوشیدنش. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، در آن بهشت دیگر نه سخنی درشت میشنوند، نه کسی اونها را آزار میتید، نه از کسی غیبت میشنوند، نه کسی اونها را ملامت و سرزنش میکنند. مثل که این روز حاکما را از قفاشان میکنند، اونجا این تو نیست. مثل که بایها را در اینجا از قفاشان غیبت میکنند، اونجا این تو نیست. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. خدا با چی گفت؟ جزاء من ربك عطاء، این پاداش از جانب پروردگاری توست، همون پروردگاری که او رو در دنیا پرستشش کردی، عبادتش کردی، همون پروردگاری که حکومت موافق تعلیمات او پیش بردی، این پاداش ان همون بندگی هات است، پاداش همون تقوا و پرهیزگاری هات است، پاداش همون عدالت و پاداش همون خوبی هات است. خب من در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. در آخر بازم دعا میکنم برای همه شما عاشقان مدرسه محمدی و برای مردم عزیز جمهور ایمان که خداوند همیشه سلامتی را، آرامی را، تنجی را برای همه ما نصیب گرداند. پروردگار فیض برکات در